پول کار کردن با واسطه برنامه استار حرام است یا حلال؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، خلاصه جواب این است که پول به دست آوردن، فایده به دست آوردن با واسطه برنامه استار و مثل برنامه دوکودمو حرام و ناجایز است. بنابر چند سببهاش ما انشاءالله که بیان میکنیم. یکم سببی که برای حرام بودن برنامه استار دلالت میکنه این است که طریقه کارش پیرمیدوی است و چطوری که در نوارهای گذشته ما بیان کردیم در باره فابرلیک اتمی شرکت همو برنامه دوکودمو طریقه بیزنسش پیرمیدوی است، یعنی که یک نفر چندین نفر دیگر را به کار جلب میکنه و از حساب اونها پول به دست میاره. و چطوری که ما بیان کردیم برای فایده به دست آوردن شریعت یک اصول و قاعده گذاشتگی است، یعنی یا اینکه هم سرمایه و هم مهنت دیده شود و مثل خرید و فروش تجارتی که ما میگیم، یا اینکه یا مهنت باشه یا سرمایه باشه و مثل مضاربه. مثلا من پول دارم کار کردن نمیتونم، ابرو دادن نمیتونم همون پولا. یک نفری که او کار کردن میتونه ولی پول نداره، او را من قدیش مصلحت میکنم، مصلحت مضاربه عقد میکنم، پول میتیمش، پول از جانب من، مهنت از جانب او، این درآمد میشوه حلال. ولی اگر او درآمدی که در اون نه سرمایه گذاری باشه نه مهنت باشه، این خیلی درآمد و فایده به دست آوردن طبق اصول و قواعد شرعی حرام و ناجایز است. یعنی همون طریقه پیرمیدوی اگر باشه او حرام و ناجایز می شود. شما 100% میدونه که همین کار کردن با واسطه همین استار طریقه کارش، طریقه بیزنسش پیرمیدوی است. آدمای دیگران را هم جلب میکنی و از شات دیگران پول به دست میاری. خلاصه دویم سببش اینه که در این برنامه عقد اجاره دیده می شود که او عقد فاسد است. بنابر یک سببه، یعنی که عقد اجاره این است که ما خیلی که دیگر شرکت ها میریم و با او تردوای دو گوار میبندیم، یعنی یک عقد پیمان میکنیم. ما از ما فقط طلب باید میکنن کار، یعنی مهنت، و از جانب اونها مثلا پول. ما کار میکنیم، اونها مزد ما را میتن. این عقد اجاره میگن. اگر در همین عقد یگان شرط دیگر زیادی اگر خوش نشوه، این عقد صحیح است. خب ولی اگر در این خیل عقد یگان شرط زیادی دیگر اگر دباوید کرده شوه، این عقد اجاره فاسد می شود و همین عقد فاسد در همین برنامه استار دیده می شود. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت احمد آمده است که می فرماید نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صفقتین فی صفقه واحده. این حدیث عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود روایت میکنه بر روایت احمد. خب یعنی با یک دو گوار کردن میشه. خلاصه ترجمه حدیث من برای شما رو بیان بکنم، یعنی دو بیع در یک بیع انجام دادن، یعنی با یک دو گوار میکنی. یعنی در همین برنامه استار همین عقد اجاره ای که همون رجیستراسیون میکنی و عقد میکنی با همون شرکت، در اینجا عقدی فاسد دیده میشود. عقد اجاره ای که به سبب یک شرط زیادی او فاسد شدگی است. شرطش چیه؟ شرطش همیه که تو اگر برای رجیستراسیون کردن اگر تو پول نگذاری، تو ترا مقصد همون رجیستراسیون نمیکنن. شرطش همیه ویپ نول قطع اگر تو کار کنی، ترا اگر کمی کار کردی ترا زبلکی رو واتد میکنن. یعنی تو کار کردن نمیتونی. تو اگر همون بله که میگیم ویپ چند پول گذاشته همون ویپ نخری، اگر تو کار کردن نمیتونی. این یک شرط زیادی در اینجا. بنابراین همین خیلی شرط ها این عقد
ایجاره فاسد می شود. وقتی که عقد ایجاره فاسد که شد او درآمدی که به دست می آوری حرام و ناجایز است. این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما چه ارزش داره؟ این سخنهای من نیست. این طبق این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اصول و قواعد شرعی معین کرده می شود که طبق او اصول اگر ما فایده به دست بیاریم او فایده برای ما حلال می شود. برنامه استر به مثل مهر بیزنس است، به مثل برنامه دوکودمو است. این یک نوع فریب است. چندین نوارهای دیگر من تماشا کردم که کارشناسا بیان میکنن، گپ میزنن که عاقبتش این فریب است. این نامعلومه که عاقبت همین چی میشود. برای به همین خاطر برادرای عزیز، خواهرای عزیز، هرگز به این فریب‌های این مشینکا باور نکنی. همون طبق اصول و قواعد شرعی شما فایده به دست بیاره. اگر یک روبل که از راه حلال به دست میاره این برای شما برکت میشود ان شاء الله. این برای شما فایده های. ولی از پول حرام شما هرگز برکت نمییابی ان شاء الله. و شما فکر کنید که فرزنداتون با مال حرام شما تربیت میکنید. وقتی که شما فرزنداتون با مال حرام تربیت میکنید، از این خیل فرزندا شما انسانهای خوب و صالحی که در پیرانسالی شما را احترام بکنن و شما را نگاه و بین بکنن، شما این خیل فرزندای خوب و صالح شما انتظار نشوید. والله اعلم بالصواب.